امروز میخوام شما رو ببرم به جایی که توی یوتیوب فارسی هفته گذشته کلی ویدیو دربارش وایرال شد. سرزمینی که انگار بخشی از سیاره ما نیست. جایی که طبیعتش، مردمش، تاریخش و موجوداتش همه چیز رو خاص و غیر عادی میکنه. آره، درباره استرالیا حرف میزنیم. اگه آماده این، کمربندها رو ببندید. سفر عجایب شروع میشه. استرالیا یک کشور قاره‌گونه، یعنی خودش هم کشور هم قاره. ششمین کشور بزرگ جهانه و دورش کاملاً آبهای اقیانوسیه، پر از طبیعت‌های متفاوت، از ساحل‌های سفید و آرام تا بیابان‌های سرخ و داغ و جنگل‌های بارانی پر از زندگی. پایتختش کانبراست. هرچند بیشتر مردم دنیا فکر می‌کنن سیدنی پایتخته. استرالیا یکی از پیشرفته‌ترین، امن‌ترین و شادترین کشورهای جهانه. استرالیا ریشه‌های تاریخی بسیار قدیمی داره. مردم بومی این کشور که بهشون آبوریجینی میگن، حدود 65,000 سال تو این سرزمین زندگی میکنن. اونا یکی از قدیمی ترین فرهنگ‌های زنده جهان رو دارن، با موسیقی، نقاشی‌ها و نمایش‌هایی که هر کدومشون یک داستان مقدسه. امروزه جامعه استرالیا ترکیبی از مردمی که از سراسر جهان مهاجرت کردن. به همین خاطر فرهنگش بازه، دوستانه است و پر از رنگ‌های متفاوت. شهرهایی مثل سیدنی و ملبورن در رده بهترین شهرهای دنیا برای زندگی قرار دارند. اگه تا اینجا از این سفر هیجانی لذت بردی و اگه دوست داری وارد بخش شگفت‌انگیزترین حقایق استرالیا بشیم، یک لایک خوشگل بزن تا با انرژی بیشتر بریم سراغ چیزهایی که کمتر کسی دربارشون شنیده. استرالیا کشور طبیعت و موجودات خاصه. تنها جاییه که کانگوروها اینقدر زیاده، حتی تعدادشون 2 برابر جمعیت آدم هاست. بعضی شهرها تابلو دارن که میگه مراقب کانگوروهایی که از جاده عبور میکنن باشید. حشرات و عنکبوت‌های عظیم یکی از چیزهایی که هفته گذشته تو یوتیوب فارسی وایرال شد، ویدیوهای مربوط به عنکبوت‌های بزرگ بود. عنکبوت‌هایی که اندازه‌شون ممکنه به یک بشقاب برسه. ولی نکته جالب، بیشترشون خطری ندارن. سرزمین مارها، 21 مورد از 25 مار فوق‌العاده سمی جهان در استرالیا زندگی میکنن. اما با این حال این کشور یکی از امن‌ترین کشورهای جهانه، چون سیستم امداد، قوانین و آموزش مردم بسیار قویه. ردپاهای واقعی دایناسورها در شمال استرالیا منطقه‌ای هست که بهش میگن دیوار دایناسورها. ردپاهای واقعی دایناسور روی سنگ‌ها مونده و دانشمندا میگن این ردپاها 130 میلیون سال قدمت داره. در قلب استرالیا صخره عظیمی هست به اسم اولورو. این سنگ سرخ یکی از مقدس‌ترین مکانهای بومیان استرالیا است.
دریاچه‌های صورتی. آره درست شنیدی. استرالیا دریاچه‌هایی داره که آبشون صورتی رنگه. مثل دریاچه هیلیه. یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های طبیعیه. بیش از 10,000 ساحل. استرالیا بیش از 10,000 ساحل داره. یعنی اگر هر روز بری یک ساحل جدید 27 سال طول میکشه تا همشون رو ببینی. استرالیا سرزمین تضاداست. صبح ممکنه بارون بباره، ظهر آفتاب تیز باشه، عصر باد سرد شروع شه و شب دوباره هوا گرم بشه. به همین خاطر میگن تو استرالیا یک روز مساوی 4 فصل. خب دوستای عزیز، استرالیا فقط یک کشور نیست، یه جهان کاملا متفاوته، با مردمی مهربون، تاریخی شگفت‌انگیز، طبیعتی بی‌نظیر و موجوداتی که انگار از دنیای دیگه اومدن. اگه دوست داری درباره کشورها و مکانهای عجیب دیگه هم ویدیو آماده کنم، حتما توی کامنت ها بگو که مقصد بعدی کجا باشه. و یادت نره، اگه هنوز سابسکرایب نکردی، سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن که هیچ کدوم از سفرهای بعدی رو از دست ندی. مرسی که تا آخر کنارم بودی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.